رقابتی دو دسته نوبرابر را ما در این واکوری حس کردیم. توجه کنید. دسته پومر دوشنبه که اساسی آن را فوتبال‌بازی تیم منتخبی تا 16 ساله کشور معرفی می‌کنند و مقصد فدراسیون فوتبال هم سعی دادن گونه‌ری این بازیکنان نوروز است. در لیگ اول تشکیل کرده شد و در جدول مسابقات این لیگ در زینه دهم قرار دارد. در بازی با دسته روشن کلوب نماینده لیگ اولی قوت و مهارت فوتبال‌بازان نوروز با بازی برابر نرسید و این را ما احساس کردیم. در نیمه اول تنها با فوتبال‌بازان این دسته میسر شد که به سوی دروازه دسته روشن تنها یک ضربه زدند. دیگر تمام بازی با برتری فوتبال‌بازان روشن پس سر شد. برگشتن بازیکنان سابق روشن کلوب گرشون اکوفو، بنجامین اووکو و موسی صادق در نیمه دوم موسم فوتبال قدرت روشن را دوچند کردند. کاپیتان دسته سعیدخان امروخان در دقیقه 3 حساب را باز کرد. در دقیقه 16 شادیبی غفاروف برتری روشن را افزود. بختیار قلندرов از مسافه دور گل زیبای دیگر را به دروازه فوتبال‌بازان نوروز روان کرد. 3 گل در این ردیف از مسافه دور به دروازه زده شدند. گرشون اکوفو هم مهارت دروازه‌بان را پای برده باز یک گل دیگر را از مسافه دور وارد دروازه پومر کرد. معلوم بود که دیگر فوتبال‌بازان نوروز تا 16 ساله پومر این فشار حملگران پرتجربه و توانمند دسته روشن را برداشته نمی‌توانند. در دقیقه 32 شادیبی غفاروف گل دوم خود را به ثمر رسانید. دسته‌ها با حساب 5-0 با پیش‌صفی روشن به تنفس رفتند. در قسم دوم سرمربی دسته پومر زاهیدین رحیموف چند نفر بازیگران را دیگر کرد و کمی هم باشد بازی نوروز تغییر یافت. دروازه‌بان کامران علیف که سیراجدین حسینov را عوض کرده بود چندین حالت‌های دشوار را برطرف می‌کرد، اما جریان گلزنی‌های روشن را بازداشته نتوانست. عبدالرسول رحمانی در دقیقه 62 و نوروز رستمov که در قسم دوم به میدان آمد با 2 گل زده شماره گل‌های روشن را به 8-0 رسانیدند. پیش از انتهای بازی شادیبی غفاروف گل سوم خود و نومی روشنی‌ها را به ثمر رسانیده هتریک کرد و بازی هم با نتیجه 9-0 به انجام رسید. دسته روشن کلوب در واقعی تحت روبری غیرت میراحمدov اجرا کننده وظیفه سرمربی به میدان آمد و طوری مخصوص فوتبال آگاهی دارند محمد جان حبیب‌اللهov بعد مرحله اول به استعفا رفت و تاکنون وظیفه سرمربیگی در این دسته آزاد می‌باشد. حساب این فوتبال است. این یگان جای چیش نیست که 9-0 میشود، 1-0 میشود، 2-0 میشود. این فوتبال است. تیم تا 16 ساله خیلی تیم خوب است برای که از بازی کردن است که تیم روشن کلوب خیلی یک از تیم‌های بقاتی تاجیکستان میرود. اون چیزی که با ما گذاشتن تای 25 روز که ما ماش دادیم تمرین کردیم، همون چیزی که با ما گذاشتن ما را اجرا کردیم و دسته را اسپانسرها چون به قدم میتیان ما چیزی که با ما وابسته بود ما ایشان دادیم. شما برگزیدید کدوم دسته در اختیار شما؟ دسته